وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. الان ما بیایم سراغ این که کدوم توسل اجازه داریم انجام بدیم، اصلا توسل شرعی چیست و وقتی که ما توسل شرعی رو فهمیدیم خود به خود توسل غیر شرعی مشخص میشه. دقیقاً. الان مفهوم این آیه شریف 35 سوره مبارکه مائده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله به چه معناست؟ خب ما وقتی که میایم نگاه میکنیم در آیات قرآن کریم، یکی از صفات قرآن کریم این هست که تفسیر قرآن برمیگرده اولین اصل تفسیر آیات دیگه قرآن کریم هست. درست. یک بخش آیه قرآن رو بخش‌های دیگه تفسیر میکنه. چرا؟ چون که اگر یک برداشتی از آیه مخالفت با آیه دیگر از آیات قرآن کریم داشت، اون برداشت حتما باطل است. چرا که در قرآن کریم امکان نداره که دو آیه متعارض و متناقض و ضد هم باشن. خود الله متعال میفرماید افلا یتدبرون القرآن، آیه در قرآن تدبر نمی‌کنید ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در آیه 82 سوره مبارکه نساء از ویژگی‌های قرآن این است که تعارض و اختلاف و چندگانگی در قرآن وجود نداره. امکان نداره یک جای قرآن یک چیزی بگه، جای دیگه قرآن چیز دیگری بگه. پس ما این آیه 35 سوره مبارکه مائده رو که به ما از وسیله صحبت می‌کنه و توسل رو باید در جمع آیات دیگری که در قرآن کریم هست کنار هم بگذاریم و شرحش بدیم و معرفی بکنیم. ما وقتی میایم در بحث توسل، الان وسیله برای دست یافتن به الله متعال، در آیات دیگه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم الله متعال در همین شرح همین آیه به ما امر میکنه که کارهایی انجام بدیم که همه اونها ما رو میرسونه به به الله متعال، میرسونه به تقوای الله متعال، میرسونه به اون هدفی که ما داشتیم. من جمله توسل به اسما و صفات خود الله متعال. الله متعال ذات عظیمی است که صفاتی داره و اسمایی داره. هر اسمی متضمن یک صفت هست، گرچه هر صفتی لازمش این نیست که یک اسمی داشته باشه. هر اسمی متضمن یک صفت هست. ما وقتی که از اسماء الله متعال صحبت میکنیم و متوسل میشیم بهش، این یک توسل شرعی است. دلیل آیه 180 سوره مبارکه اعراف، الله متعال میفرماید ولله الاسماء الحسنى. الله متعال اسماء حسنا داره، بهترین نام ها رو داره. این بهترین نام ها، این اسماء الحسنا کیا هست؟ چی هست؟ این اسماء الحسنا صفات خود الله متعال و اسماء خود الله متعال است، نه مخلوقات الله متعال. بندگان الله متعال نیستن. اسماء الحسنای الله متعال اولیای الهی نیستن، انبیای الهی نیستن، امامان بزرگوار ما نیستن. اینها نیستن. کسی نه یا توجیه بکنه بگه نحنو ابناء الله، ائمه گفتن ما نحنو اسماء الله الحسنى. بعضی در همین آیه هم عجیبه که این آیه وقتی که در ابتدا از توسل به اسما و صفات الله متعال صحبت میکنه، ادامهش چی میفهمد؟ ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. الله متعال اسماء بسیار نیکو و حسنایی داره که پس شما الله رو بخوانید به وسیله این اسمهاش، این صفاتش. یعنی شما در ابتدای دعاتون ذکر بکنید یا رحیم ارحمنی، یا غفار اغفرلی، یا رحمان ارحمنی. یعنی صفاتی که شما میارید بگید یا رحمان، یا الله، یا غفار، یا کریم. این غفور و دود، همه این اسما و صفات الله متعال که ثابت هست، اینا رو بیارید در ابتدای دعا و از الله متعال بخواید. همونجور که میگیم یا الله، میتونیم به جای لفظ جلاله الله ما اسما و صفات الله متعال رو ذکر بکنیم و در دعای رسول صلی الله علیه و سلم هم ما فراوان داریم از این نمونه توسل به اسما و صفات الله متعال. یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث. این توسله به چی؟ به اسما و صفات الله تعالی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث او نستغیث. مثلا این رو ما الان در همین آیه وقتی که الله متعال میفهمد که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ادامه چی میفهمد؟ وذر الذین یلحدون فی اسمائه. اون کسانی که در اسما و صفات الله متعال الحاد میکنن. الحاد یعنی
بیراه رفتن. لحد در قبل چرا میگن؟ چون یک گوشه است، این اصل نیست، یک جانب است. الحاد یعنی به بیراه رفتن، از صراط المستقیم خارج شدن. کسانی که در اسماء و صفات الله متعال الحاد میکنن. هر کسی که میگه اسماء الله متعال اسماء الحسنا، انبیا هستن، اولیا هستن، رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر، علی، عمر، حسین، حسن، عبدالقادر گیلانی است. این بخش دوم آیه این رو در بر میگیره. این رو میگن الحاد در اسماء و صفات الهی که یک بخشی از الحاده. حالا الحاد معنای زیادی داره که این رو ما ان شاء الله در خود موضوع ایمان به اسماء و صفات الله متعال به تفصیل در باید صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های پیش رو ان شاء الله. اما توسل به اسماء و صفات الله متعال از آیه 180 سوره مبارکه اعراف الله متعال ما را امر میکنه. قل ادعوا الله، در سوره مبارکه اسراء داریم ما، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن در پایان سوره. یعنی اون آیه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها را این شرح میده الله متعال. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اونجا کسایی که از اسماء الحسنى اولیاء الله یا امامان مراد گرفته بودن، اینجا دیگه الله متعال اینجا دیگه نمیتونن پاسخ بدن. شرح اسماء الله الحسنى و توسل به اسماء الله الحسنى رو ما در سوره مبارکه اسراء پایانش داریم که الله متعال چی میفهمند؟ قل ادعوا الله، بگید یا الله، او ادعوا الرحمن، یا بگید یا رحمان، ایما تدعوا. هر کدوم از اسماء این دو تا چون عظیم‌ترین اسماء الله متعال هستن ذکر میشه. هر کدوم از اسماء الله تعالی رو که بخوانید ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، بهترین نام ها رو الله متعال داره. پس یکی از توسل های جایز اینه که ما وقتی که میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو میپرستیم و فقط از تو یاری میجوییم، وقتی گفتیم یا الله میتونیم بگیم یا رحمان، میتونیم بگیم یا رحیم، میتونیم بگیم یا غفور، یا ودود، یا لطیف، یا جبار، یا غفار، یا متکبر. این با توجه و مناسب این هست. مناسبش هم این است که ما چطور از این اسماء و صفات استفاده بکنیم که باز بحث مفصلی ما درباره اسماء و صفات خواهیم داشت، اما خب فقط یک اشاره میکنیم که با توجه به حاجتی که ما داریم اسمی انتخاب میکنیم مطابق به حاجتمون. من نیاز به ثروت دارم، مال میخوام، از الله متعال میخوام، چرا برم پیش بنداش؟ دست بلند میکنم یا غنی، یا رزاق، یا رزاق، اون چیزایی که مرتبط میشه. نیاز به نصرت و یاری داریم، دشمن ظلم کرده، داره به ما دست درازی میکنه، داره ما رو اذیت میکنه، یا جبار، یا متکبر، یا عزیز، یا قوی. این چیزهایی که مثلا نشان از در هم کوبیدن ظالمان و مستکبرین داره. وقتی که نیاز به بخشش و رحمت هست، یا رحیم. نمیگیم حالا مثلا اینجا مناسب نیست که ما بگیم یا جبار، یا منتقم، یا متکبر. اینجا گرچه شرعاً این هم به هر حال ندا کردن الله متعال است، اما مناسب اینه که ما وصفی رو انتخاب بکنیم که مطابق حال ماست و دعای ماست. این بخش اول از توسل شرعی است که الله متعال با ما فرمود. این اول توسل جایز بود. این نوع اول توسل جایز است که وقتی در آیه 35 سوره مبارکه مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. یکی از وسایلی که ما برای الله متعال استفاده می‌کنیم و متوسل میشیم به اون وسیله برای تقرب به الله متعال، خود آیه 180 سوره مبارکه اعراف است که برامون معرفی کردن اسماء الله الحسنى، که گفتیم اسماء الله الحسنى هیچ ربطی به مخلوقاتش نداره و هیچ ربطی به اولیا و انبیا و ملائکه نداره. فقط در پایان سوره اسراء الله متعال میفهمد قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. این اسماء و صفات الله متعال این نوع اول از توسل جایز و مشروع و یک عبادت عظیم است. این نوع اولش. درست. میریم سراغ نوع دوم. نوع دوم از توسل چی است؟ توسل به خب این که ما از خود الله متعال خواستیم الان. اینجا نوع دوم توسل جایز. توسل جایز و شرعی که میتونه این مراد اون یکی از تفاسیر آیه 35 سوره مبارکه مائده است با توجه به آیات دیگه قرآن کریم. نوع اول که خب ما مستقیم به خود الله متعال متوسل شدیم. درست. به ذات الهی متوسل شدیم. اللهم انا نسألك بكل اسم هو لك سمیت به نفسك یا تا آخرین دعا. به خود الله متعال متوسل شدن مستقیما با دعا یا اسمائش یا صفاتش. اینجا دیگه ما هیچ نقشی نداریم. من بنده اینجا نقشی ندارم، فقط الله متعال است، عظمتش، صفاتش، کبریاش، جبروتش. نوع دوم برمیگرده به خود من یک کارهایی کردم، یک عبادت‌هایی انجام دادم خالص برای الله متعال. عبادت وقتی قبول میشه که دو تا شرط داشته باشه.
اولا خالصانه باشه، دوما این عبادت بر مبنای سنت رسول صلی الله علیه و سلم خارج از بدعت باشه. درست. با این دو شرط من عبادتی انجام دادم، پیش خودم فکر میکنم خالص بوده. بل الانسان علی نفسه بصیره. انسان خودش میفهمه که من این عبادتی که انجام دادم واقعا درش خالص بودم یا نبودم. این به این خودش رو بین الله میفهمه که من کجا هستم. یک جای انسان در یک مشکلاتی گیر میکنه، در یک سختی های، بعضی وقتا واقعا دیگه به بنبست میرسه. این که از خود الله متعال میخواد به جای خود که نوع اول توسل بود، میتونیم از نوع دوم استفاده کنیم. ما در یک حدیث بسیار زیبایی که رسول صلی الله علیه و سلم در بخاری و مسلم ذکر اینجا خیلی می‌کنه، مناسب تر هم است که از نوع دوم استفاده هم شود. اینجا گویی که اینجا انسان چی میخواد بگه؟ میگه خدا جان من اولا به عظمت تو اعتراف میکنم، دوما من هم بالاخره در راه دست آوردن رضایت تو یک قدمی برداشتم بالاخره، یعنی من انقدر بنده بدی نبودم برای تو. این ما یک حدیث بسیار زیبا داریم در شرح این نوع توسل که از آیات هم حالا باز میرسیم بهش، دلایلی که از آیات برای این ما نوع توسل داریم. از این حدیث زیبا شروع کنیم که رسول صلی الله علیه و سلم در بخاری و مسلم فرمودن که به نقل از امام بخاری و مسلم به نقل از راویان خودشون به رسول صلی الله علیه و سلم سند میرسونن که حضرت فرمودن 3 نفر بودن با هم رفتن تفریح، رفتن بیرون از شهر تفریح کنن. 3 تا جوان رفتن با هم تفریح، رفتن در کوی خوشحال و قبراق و مفهوم حدیث است، حالا من درست. فقط داستانش رو ذکر می‌کنم. درست. میرفتن در تفریح بکنن و رفتن یک دفعه در کوه که بودن، در کوه و درخت و جنگلی که بودن، باران بسیار شدیدی شروع کرد به باریدن و رعد و برق بسیار شدیدی آمد و اینها نمیتونستن که به هر حال اینجا بیرون بشینن، رفتن داخل یک غاری پناه بردن تا این مقداری آب و هوا خوب بشه و اینا بیان بیرون. در همین اثنا یک صخره بزرگی، صخره یک سنگی شما فکر کنید چند هزار کیلو وزنش از بالای کوه، حالا با صدای رعد و برق بوده یا هر حرکتی که بوده، سیل اینو به حرکت در آورده، این حرکت میکنه و میاد و میفته دم در غار. دم در غار بسته شد، قفل شد. 3 نفر داخل غارن، صخره میفته به دم در غار، صخره‌ای که نه 1 کیلو، 10 کیلو، 100 کیلو، 500 کیلو هست، صخره چند هزار کیلویی میفته، قفل میکنه غارو. الان اینا داخل غار موندن، نه موبایلی هست، نه تلفنی هست، نه واتساپ و فیسبوکی هست که خبر بدن به کسی که آقا ما اینجاییم بیاد کمک بکنید، نه هلیکوپتر امدادی هست و نه هیچ خبری نیست، تموم شد. هر آن امکان داره که الان این غار بشه قبر این 3 نفر، تمام. یعنی دیگه نه زور اینها میرسه که این سنگ رو کنار بزنن و نه کسی صدای اینها رو میشنوه و نه کسی خبر هست که اینو کجا هستن اصلا. برای اینکه فامیل‌ها اینا بیان خبرن در این کوهستان باشن، بیان بگردن، از کجا میفهمن که پشت این صخره غاری هست اصلا؟ از کجا میخوان پیدا کنن؟ بدترین حالت ممکن. الان اینجا چیکار میکنن این 3 نفر؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اینها چیکار کردن؟ نشستن گفتن والله الان دیگه هیچ راه نجاتی من و شما نداریم جز این که متوسل بشیم پیش الله متعال به بهترین عبادتی که احساس میکنید در زندگیتون انجام دادید. توسل به عبادات و کارهای خیر. در زندگی اگر یک کار خیری کردی اینجا باید دیگه، ما اگر یک کار خیری میکنیم، چرا مثلا ما میگیم که بهترین وقت دعا بعد از نماز هاست و رسول صلی الله علیه و سلم ما رو تشویق کردن به بعد از نماز دعا بکنیم؟ چرا میگیم وقت افطار در وقت رمضان دست بلند بشه سنته که انسان دعا بکنه؟ وقت قبولی دعا. چرا اینا؟ چرا؟ چون ما یک عبادتی انجام دادیم بعد، نه یک عبادت قبلش انجام دادیم. در صفا و مروه مثلا ما وقت عبادت انجام بدیم، بعد از سعی صفا و مروه وقتی که میایم روی صفا یا روی مروه دست بلند میکنیم، دعا میکنیم. بعد از طواف ما دعا میکنیم. اینها همه اینا دلیل بر این هست که ما متوسل میشیم به اون عبادتی که انجام دادیم. در همین بحث مسجد الحرام اون داستان رو بگذاریم که باز میرسیم بهش. درست. خانه کعبه رو ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام دارن میسازن و اذ یرفع بازسازی میکنن. در آیه 127 سوره مبارکه بقره و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. ابراهیم و اسماعیل پدر و پسر دارن پایه های خانه کعبه رو میارن بالا. 2 تا پیامبر کعبه رو بالا میارن، یک عبادت عظیم است دیگه به امر الله متعال. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. آیا این یک عبادت بود یا نبود؟ چه عبادتی بالاتر از این؟ ساخت مسجد خانه کعبه. گفتن الان که دعا میکنن و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. بار الله اینو از ما قبولش کن. الان وقت دعاست، الان وقت توسله،
الان من دارم متوسل میشم گوی ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام دارم متوسل میشن به این کاری که دارن انجام میدن. ببینیم که بعد از این چند تا دعا میکنن. الان وقت دعا است. یک کار خیر بکن، بعد دست بلند کن دعا بکن. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. ربنا بعد فرمودن واجعلنا مسلمین لك و ارنا مناسکنا و تب علینا انك انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیهم. 3 تا آیه پشت سر هم دعا میکن. این 3 نفرم این کارو کردن. گفتن الان در داخل غار 3 نفری که گیر بودن گفتن هیچ راهی نداریم جز این که متوسل بشیم به بهترین عبادت‌های خودمون تا این مشکل حل بشه، وگرنه هیچ راهی نمون. تموم شد دیگه. دست بلند کرد. یکی دست بلند کرد گفت بار الله من پدر مادری داشتم خیلی ضعیف و ناتوان و چند تا گوسفندی داشتم که خلاصش اینه که من اینها رو داشتم می‌بردم می‌چرندم، هر شب می‌آوردم برای اینها. اول خانواده خودم هم نیازمند بودن و مسکین بودن، تا به پدر مادرم شیر نمی‌آوردم، نمیدادم، سراغ خانواده نمی‌رفتم. یک شبی اومدم دیدم پدر مادر خواب رفتن، دیر کرده بودم تا وقتی برگشتم دیر شد و اومدم شیر رو بالا سرشون گذاشتم، دیدم خوابن، همونجا نشستم تا بیدار بشن. با اینکه خانواده نیازمند بودن، بچه‌های من، زن و بچه‌ی من، به احترام والدین و بر به والدین این کارو نکردم. نشستم تا بیدار شدن. خدای میدونی که اگر واقعا این کار من خالص به خاطر تو بود، این مشکل ما رو حل کن. این نوع توسل به عبادت هاست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روایت به ما یاد میدن که چطور شما با عبادتتون، عبادتی که انجام دادید، متوسل بشید به عبادت. ما یک کاری کردیم، یک انسان یک کاری کرده، یک حرکتی انجام داده، میاد پیش خودش و خدایا تو که میدونی من این کار واقعا به خاطر تو انجام دادم، به خاطر این کاری که برای تو انجام دادم این مشکل من حل کن. این توسل صحیح و مشروع است. و در همین اثنا بود که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که مقداری از صخره شکافته شد اما نمیتونستن، نوری داخل شد، یک مقداری روشنایی آمد اما نمیدونم ببینم. نفر بعدی دست بلند کرد که بار الله من کارگری داشتم، خلاصه شما میگم که وقت زیاد نگیره. درست. من کارگری داشتم، چند نفر کار میکنن، یکی بیشتر کار میکنن. من وقتی که به اینها حقوق میدادم اومدم به یکیشون بیشتر دادم چون بیشتر کار میکرد و به دیگران اون چیزی که قول داده بودم دادم. یکی ناراحت شد چرا بیشتر دادی به فلانی، به من کم دادی. گفتم من به تو ظلمی نکردم، همون چیزی که به تو قول داده بودم دادم، به اون بیشتر دادم چون بیشتر کار کرد. ناراحت شد رفت نگرفت. من این پولشو نگه داشتم پیش خودم، بعد در تجارت گذاشتم، بعد با این تجارت کردم، مقداری اول زراعت کردم، زراعت باز براش دام خریدم، بار بزرگ کردم، رشد کرد. چند سال بعد یک روزی آمد گفت فلان یک روزی من پیش تو کار کرده بودم، اون حقوق من یک روز قهر کردم رفتم، من اون رو نیاز دارم، همون رو من بده. گفتم این گله گوسفند و بز و شتر و اینا رو می‌بینی، این مال‌ها رو می‌بینی، اینا همه مال توه. گفتم منو مسخره می‌کنی؟ گفتم نه والله تو که رفتی من اینها رو برای تو نگه داشتم، رشد دادم و تربیت کردم و تجارت کردم، الان همه اینو مال تو ببر. خدای من این کار واقعا به خاطر تو انجام دادم. امانت داری، خدمت، این دیگه عبادته. تنها بحث نماز و روزه هم نیست. یک وقتی یک صدقه میده انسان، یک وقتی انسان یک لبخند میزنه، حتی یک وقتی فقط میره به خاطر اینکه یک مسکینی هست، یک بیچاره‌ای هست، تنهایی هست، دل اونو به دست بیاره. نمیتونه بیشتر از یک گربه تشنه رو آبی میده. یک گربه تشنه به قول شما. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود زن بدکاری به خاطر آب دادن یک سگی الله تعالی بخشیدش. وقتی عبادت خالصانه است، لا تحقرن من المعروف شیئا، هیچ وقت نباید عبادت ها رو نادیده گرفت. این متوسل شدن خدای این مشکل ما رو حل کن. صخره بیشتر شکافت اما هنوز نمیتونن رد بشن. و نفر سوم گفت بار الله من دخترمویی داشتم، خیلی علاقمند بودم بهش، دوستش داشتم و به نحوی قصد شهوت داشتم در رابطه خودم با این و هر چی کار میکنم دست پیدا نمیکنم. تا یک روزی قحط سالی اومده بود، یک سالی شدیدا نیاز به پول داشت دخترم، اومد از من قرض بگیره. الان دیگه احساس کردم میتونم به نیت خودم برسم. گفتم به یک شرط که خواسته منو برآورده کنی. اون قبول نکرد، رفت. دوباره آمد، گفتم این شرط منه. 3 بار آمد، آخر قبول کرد. گفت از شدت مجبوری، از شدت فقر من هم دیگه خوشحال که به هدف خودم میرسم، تا جایی که فقط ذره ای مونده بود که من این کار انجام بدم. یعنی همه چی تمام شده بود، اون قبول کرده بود و تا آخرین مراحل نزدیک شده بودم. اون تنش میلرزید و گریه میکرد و عرق میریخت و اشک میریخت که به خاطر خدا قسم این عفت من رو تو لکه‌دار نکن. دیدم که این در این شرایط که نیازمنده اینقدر از خدا میترسم، من که نیاز ندارم چرا نترسم؟ به خاطر تو خدای من این رو گفتم بخشیدم و معذرت خواهی میکنم، استغفار میکنم. بهش پول دادم، گفتم مال خودت قرضم نیست، برو دیگه من رو حلال بکن. این کارو نکردم فقط به ترس از الله متعال. خدای من این کارو فقط به خاطر تو ترک کردم. اگر این عبادت خالص به خاطر تو بود مشکل ما رو حل بکن. در این لحظه رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که این صخره کاملا شکافته شد و این 3 نفر از اینجا خارج شدند.
الله اکبر. اینو میگیم، ما بهش میگیم توسل به عبادت ها و افعال خیر که نوع دوم توسل جایز. مشروع و جایز است. و از روایات و ما مثلا در یک نمونه دیگه هم به عنوان حسن ختام دلیل این بخش، رسول الله متعال میفرماید در آیه 193 سوره مبارکه آل عمران، مؤمنان دعا میکنن، تفکر در آسمان و زمین دارن و دعاها دارن. یک دعاشون ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، شنیدیم پیامبر دعا میداد، دعوت میداد به ایمان، فآمنا، ما پس ایمان آوردیم. الان اینجا ایمان مطرح میشه، اول آیه ایمان مطرح میشه، اول دعاست. اول میگن ما ایمان آوردیم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بخاطر که ایمان آوردیم. حالا چون ما ایمان آوردیم، ربنا پس یعنی پس چون ما ایمان آوردیم، ما متوسل میشیم به ایمانی که آوردیم پیش تو، پس به خاطر این ایمانی که ما به تو آوردیم ما رو ببخش. اینو ما بهش میگیم توسل به اعمال صالح که یک نوع از توسل‌های جایز و مشروع هست. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي